غذا رو که میخوردیم بعد از ظهر میشد، میرسید به کلاس‌های انگلیسی و آقایان مینوچهر معلمان این کلاس بودن. مینوچهر کوچیکه بلندقد بود و اخمو، مینوچهر بزرگه چاق و درشت و کشتیگیر. مینوچهر کوچیکه دست به دعواش، مینوچهر بزرگه دست به کتکش خوب بود. مینوچهر بزرگه که معلم کلاس ما بود از ادموند سیمانتوب خوشش نمی اومد. من این شعر رو برای ادموند سیمانتوب دوست عزیزم گفتم. ادموند سیمانتوب بود و نازم، ادموند تنبل بود و جوهر می خورد، از دستش قنیابادی بود عاجز، هیچ کدوم از درساشو نمی خون. وقتی رفتش به کلاس خودش، بعدش هم هی با دهان بازش، جوهر خورد و آبی شد دهانش، میخندید و نشان داد زبانش. مینوچهر با جام دادی و کتک آمد، ادموندو با یقه به جا رختی آویز کرد. ادموند هم تا آخر کلاس سر رخت بود، بعدش هم یک سر رفت پهلوی مافی ها زود. اول خانم مافی، بعدش آقا مافی، پوستی ازش کندن که حال اومد، چند ضربه دستی به او زدن قصدی، تا دیگر جوهر نخورد ادموند. اول یای ادموند آمدن باز به مدرسه، خواهش کردن که این بار آخر ادمونده، رفتش به کلاسش جوهر در دهانش، مینوچهر ادموندو ببخشیدش. ادموند جوهر میخورد، پنهان جوهر میخورد، چون که معتاد بود به جوهر ادموند. مینوچهر ادموندو دوست نداشت سر کلاس، ادموند هم پنهان جوهر میخورد سر کلاس. این کارش بود هر روز، رفتارش بود هر روز. ادموند با جوهر زندگی میکرد تا فارغ تحصیل شد، از جوهر آزاد شد، ترک کرد این اخلاق بد و ادموند. این هم از ادموند سیمانتوب، یاد شاد نامش گرامی باد. ادموند قربونت برم. و هیچ وقت نمیتوان فراموش کرد اکسترا کریکولم اکتیویتیز ات مهران، مسابقه شعرا که خانم مافی ترتیب میداد توی نهارخوری. و یک بار یادم بچه اومد شعر بخونه، به جای اینکه بگه عالم کون و مکان، گفت عالم کون و مکان. خانم مافی هم بعد از مسابقه شعرا گفت عالم کون و مکان. حالا یک عالم کون و مکانی نشونت میدم که رب تو یاد کنی. و جشن آخر سال، کارتافرین ها، مدال های مدرسه توی حیات مدرسه، بال ماسکه با لباس های جور و جور، از لباس محلی گرفته تا دختری که تمام لباسش از چوسفیل بود. ای پیر زن و پیر مردها، ببخشید ای دیک و جین های بزرگ شده مدرسه مهران، بیایید با هم به مدرسه‌ای که اولین پایه های تعلیم و تربیت ما را ریخت و شخصیت و آینده ما را فرم داد، به تمام کارکنان و کارمندان کوچک و بزرگش، از محمد آقای سیبیل هیتلری و غلام حسین خان و خانم هدایت مسئول آشپزخونه، تا بابای مدرسه و خانم قنیابادی و شکیبا و نیریزی و معلم‌های خوبش، خانم‌های حسنزاده و نجفزاده، قربانی و دارشی، رؤوفی و طباطبایی، قاسمی و بناپور و اقدس ربانی و افسر ربانی و یزدانی و آقایان مینوچهر بزرگه و کوچیکه و معلمین کلاس های دیگه مثل آقای مجلسی، شیخ رضایی،
اولیایی، دروی، خرمزاده، فهیمی و خسرونژاد، کشمیری و اصلانیان معلم پیانو و آقای پورتراب معلم موسیقی و ژاله جون معلم کودکستان و همه بچه ها و پدران و مادران، ام از این که یهودی و زرتشتی و بهایی و مسلمون و ارمنی و آسوری و توده‌ای و لامذهب و البته لیست یعنی last but not least به میسپری و آقای مافی که با درایت، آینده نگری، صبر، حوصله، مشقت‌های زیاد چندین و چندین ساله، انرژی و از همه مهمتر عقیده داشتن به بچه ها، البته با چند دستی و گوش کشیدن و فراهم آوردن محیطی که باعث رشد فکری و ذهنی ماها بشه، 20 صلوات بلند 20 صد آفرین و 20 کارت آفرین به آنها بدهیم. آمین یا رب العالمین. یک شعری سرودم بر اساس همان شعر فرخزاد، میتونید با من بخونید. هیچ خجالتم نکشید، یواشکی میتونید با من بخونید و اگه دیدید که دور و بریاتون، زنتون، بچه‌تون، شوهرتون، برادرتون، خواهرتون، مادرتون، پدرتون شما رو دارن خیلی عجیب و غریب نگاه میکنن، هیچ مسئله نیست، شما خودتون دارین کیف میکنین. حاضرید؟ قربون همتونم میرم. دلالالالالالا دلالالالا دلالا، تکرار کنی. دلالالالالالا. اگه آقای مافی از اون پایین بالا بیاد، همه پله ها رو با هم دوتا یکی کنه. اگه میسفری بیاد باز منو دعوا بکنه، تو سرم داد بزنه 1000 تا فریاد بکنه. چون تو مهران منی من تو را دوست دارم، مونس جون منی من تو را دوست دارم. چقدر دوست دارم، آخ چقدر دوست دارم. لا 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 لا. اگه خانوم نجف زاده بیاد توی کلاس، اگه خانوم حسن زاده گوشم را بگیره، خانوم یزدانی و ربانی فریاد بزنن که چرا بچه ها درسشون هی نمی خونن. چون تو مهران منی من تو را دوست دارم، مونس جون منی من تو را دوست دارم. چقدر دوست دارم، آخ چقدر دوست دارم. لا 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 لا. خب حاضرین؟ اگه نمره حساب 20 نمیشم، اگه درسام و بلد هیچ نمیشم، دوباره باز باید دفتر بروم، دستی از دست مافی بگیرم. اگه تو میکروفون مدرسه باز صدام کنن، هی همش بدو ندو بکن نکن به هم بگن. چی؟ چون تا مهران منی من تو را دوست دارم، مونس جون منی من تو را دوست دارم. من تو را دوست دارم، آخ من تو را دوست دارم.